حالا سالها بعد از سال 51 تا الان 1403 سالها گذشته و دو تیم دارن 12مین بازی در ماه اسفند خودشون رو برگزار میکنن. فرصت برای استقلالی ها، موقعیت دارن، میره به سمت دروازه، توپ برمیگرده. سروش رفیعی، علیپور اشتباه کرد، در واقع سروش حرکت نکرد. دوباره رو دروازه، یه ضربه و گل. گل به خودی، یه ضربه عالی، ضربه ای که حالا کوشکی نتیجه رو 1-1 میکنه. من واقعا بازی زمین رو نمیبینم چون روبروی من همه مدیران باشگاه استقلال هستن در جایگاه ویژه و همه خب خوشحالن. اب نداره، طبیعی هم از براشون دیگه، خوشحالن و دارن خوشحالی خودشون رو میکنن. ولی فعلا بذارید من از رو مانیتور بازی رو ببینم و چون جریان بازی رو نمیبینم، همونطور که گفتم جایگاه واقعا خاصه دیگه جای گزارش ما. البته دوستانمون آمدن و میخوان که رفع ایراد بکنن که امیدوارم زودتر هم رفع ایراد بشه. ببینیم صحنه رو که چه جوری تیم استقلال به گل مساوی رسید. حالا دوباره همه چیز به اول کار برگشت. به قول همه میگن از سر، حالا از سر شد همه چی. نگاه کنیم، گل به خودی شد. نه، خود کوشکی زده. نگاه کنیم صحنه رو. بله، یه گل جذابم زد کوشکی، خودش دروازه رو باز کرد. تو صحنه اول من فکر کردم گل به خودی شده، فرجی نتونست سر بزنه و حالا میبینید کوشکی که راجبش هم صحبت کردیم اینجا گل مساوی رو زده. با این صحنه گندوز نمیتونه توپا بگیره. سانتر عالی رامین رضاییان و اینجاست که دروازه پرسپولیس فرو میریزه. ببینید با این ضربه سر